رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث امر کردگی است که هر کسی که شوهر زن بد میبیند او زن حق ندارد که در جای بد دیده شوهرش آورده او شخص بشناند. گفت من عملی به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنم. ام حبیبه را ببین که چقدر عامله حدیث پیغمبر بود. ای امتی من، پیغمبر گفت آگاه باشید که شما به بالای زنها حق دارید، زنها هم به بالای شما حق دارند. فحقكم علیهن الا یوطئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. حق شما بر بالای زنها همین است که رسول اکرم گفت هر کسی را که مرد بد میبیند، زن باید که همون بد میدیدگی شوهرش در خاندانش در جای شوهرش ننشاند. اون چخیل که شوهرش احترام میکند، قانون همین است که زن شوهرش احترام کند، در همه او را بشناند، کرپچه ملایم زیبا را به پای او بیندازد. حق مرد همین است به بالای زن. یک حق همین است که اون جایی که شوهرش میشناند و احترام میکند، زن اگر شوهر کسی را بد میبیند به جای شوهر او را نشناند. ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. دیگر همی که کدام کسی را که شوهر بد میبیند، زن او را اجازت داخل خاندان شدن. ام حبیبه مادرمان، زوجه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همه زنهای پیغمبر برای امتش مادر هستند. زنهای پیغمبر برای امتش تا بر روز قیامت مادرهای ما و شما هستند. به چه خاطر مادر هستند؟ بعد از پیغمبر اونها را کسی نکاح کرده نمیتوند، چون که مادرهای ما و شما هست. ام حبیبه بنت ابو سفیان، دختر ابو سفیان بود. ابو سفیان البته که تاریخ همتون میدونین کسی بود که صدها هزار لشکر کشیدگی، سختترین قتالترین دشمن اسلام، دشمن مسلمین صحابه و پیغمبر همه ابو سفیان بود در ابتدا. البته او زمانی که مسلمان نشیده بود، دخترش ام حبیبه اسلام آورده بود. ام حبیبه رمله با همراهی شوهرش عبدالله ابن جحش هر دوشون به حبشه هجرت کردند. زمانی که به حبشه هجرت کردند، در حبشه چند ایستادن که ام حبیبه در خوابش دید شوهرش که رنگ روش زرد لاغر خرابی، همیتا خزان، بسیار حالش بد. در خوابش وقتی که دید از خواب بیدار شد، گفت که خدایا چه حال است؟ گفت یگان مصیبتی سختره به سری من میآید، به سری شوهرش میآید. چند در حبشه ایستادن که عبدالله ابن جحش، اون بیچاره بدبخت، از ترس بسیار و هراس بسیار از دین اسلام برگشت نصارا شد. امروزه هم نعوذ بالله بسیار مسلمان است که خواه از دنیا میترسه، خواه از عقوبت دنیا میترسه، حقیقت نمیگه، خودش کافر میکنه و رفتن میگیره، نمازش ترک میکنه به خاطر یک مخلوق ناچیز شده. همین خیلی بنده ها هستند. عبدالله ابن جحش نصرانی شد، کافر شد. در روجه با همون کفر و نصرانیگیش قطعی مرد نابود شد. وقتا که در مکه مکرمه آوازه آمد که عبدالله ابن جحش نصرانی شد و نابود شد، ام حبیبه در اوج بیوزن تنها مانده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همین جا مکتوب به نجاشی، به پادشاه حبشه روان کرد تا که از ام حبیبه خواستگاری کند که رسول اکرم خودش او را به زنی بگیرد. وقتی که اون مکتوب به شاه حبشه نجاشی که رسید، نجاشی یک کنیزه که روان کرد و پیش ام حبیبه که برو از نام رسول خدا صلی الله علیه وسلم او را خواستگاری بکن. البته که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنان دلسوز، چنان مهربان بدن که فکر کرد که یک مسلمان زن در حبشه بی شوهر، بی وزن، بی صاحب حالی و مشقت بسری و چی باشد، گفته رسول اکرم از دلسوزی و محبت بسیاری کار کرد. بعداً کنیزه که نجاشی وقتی که به ام حبیبه آمد، اون خواستگاری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که فهماند گفت که آیا چی میگوید، ام حبیبه میگه از هیجان بسیار، از اشک بسیار ریزاندن و خرسندی زیاد که خدایا میگفت آیا من لایق هستم که زن حبیب خدا بشم؟ آیا من لایق هستم که فردا روز قیامت از تگ چادر خدیجه و
حضرت فاطمه محشور بشم، خدایا آیا من چی بنده ای هستم که لایق باشم به حبیبی تو؟ گفتن از خرسندگی بسیار همه گوشوار و چله و زیره و هر چیزی که از آرایشات و تیلاواری و لباس خوبی داشت همش بدر کرد به همون کنیزک از خرسندی داد. گفت که همه هدیه به تو که یک خبری به من آوردی که از ایده دیگه خبری خوشی نیست. رضایت خودش داد. شاه حبشه نجاشی چند قدر طلا و چیز چاره زیاد مهر ام حبیبه را روان کرد. وقتی که ام حبیبه از اونجا برگشت آمد با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن، ابو سفیان به خاطر خبرگیری دخترش به خاندان پیغمبر آمد. حتی همین ابو سفیانی که سالهای سال دشمنی پیغمبر داشت، لشکر میکشید، اسلامی ها را چندین هزار صحابه را به واسطه لشکرش قتل کردگی بود، وقتی که شنید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نکاح کرده گرفت از خرسند شد. خرسند که دخترش به صاحب نماند. وقتی که دخترش خبرگیری به خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، حالا که اسلام نه آورده بود، مسلمان نبود، اسلام نه آورده بود، دشمن پیغمبر بود، چقدر صحابه را بلشکرش کشته نابود کردگی بود، با وجود همین پیغمبر او را از خانش نراند. مهربانی رسول الله را ببین. به خاندان پیغمبر که وقتی که داخل کی شد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خانه نبودن، حضرت ام حبیبه آمد که پدرش ابو سفیان داخل شد. آمد همون جای نشسته که حبیب خدا در اوج می نشست، ابو سفیان خواست که در همون جا بشیند. ام حبیبه آمد جای پاک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غنداش یک طرف کرد. ابو سفیان راست ایستاگی حیران شد. گفت که ای دختر تو چیکار میکنی؟ تو با جای جا به من تیار کنی و به اندازی این جای را پاکیزه برداشتی غنداشتی؟ ام حبیبه چی گفت؟ ای پدر، گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث امر کردگی است که هر کسی که شوهر زن بد میبیند او زن حق ندارد که در جای بد دیده شوهرش آورده او شخص بشناند. گفت من عملی به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنم. ام حبیبه را ببین که چقدر